Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani, teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqning, juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. پدر سردفتر بینای فرزند، پدر گنجینه دستان فرزند. سلام و درود بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز مانند هر سال همچون عنعنه در این طربخانه زیبای طاهر بابا برای جشن زادروز، البته سرور دهه آهلی که امروز جشن زادروز دارن، انعام جانمک صدیقوف امروز جشن 59 سالگی میلادی خود را جشن گرفته ایستادند. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام فرخنده آیتی، گل زیبایتی، ساربان جانک، از نام کلیم پاشا عزیز آیتی، از نام نبیره ها تبریک میگویم. همراه شمایان و هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، مادران مهربان، مهمانان سروری دهه آهلی، البته انعام جانمک، مهمانان عزیز و ارجمند امروز سروری ما. همه شما را به جشن زادروز بروز میلاد عمر صدیقوف خوش آمدید میگویم. خدمهایتان را بالای دیده میخوانیم. البته برایشان یک قرصک میزنیم، به نزد ما تکلیف میکنیم. انعام جانمک مرحمت به شما نزدیکتر بیایید. مرحمت و البته مانند عنعنه شهلا شما بیاید یا شما نزدیکتر. مرحمت. مبارک باشد. زادروز مبارک. روزی تولد رو برایتان مبارکباد میگیم. برای مأموریت و برای رسمی نامشان انعام جانمک، برای تمام مردم آهلی نامی نیک دارند، نامی بزرگ دارند که امروز سفر جشن زادروز دارند. زادروزتان مبارک باشد. همیشه صحت سلامت گردید. در این اولاد کلان صدیق خان در سر تمام مردم آهلی مصلحتچی هستید. همیشه مصلحتچی باشید و در سر فرزندان سایبان باشید. امروز شما را از نام شهلا خالان، از نام اولاد کلان صدیق خان، از نام فرزندان عزیز، از نام فرخنده آیتی، گل زیبایتی، ساربان جانک، از نام کلیم پاشا عزیز آیتی، از نام نبیره های عزیز شما را تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت در سر ما سایبان باشند. پس است ما فخر میکنیم تا همین بسر دهه آهلی سرورست آمدنشان تا آمدم برای وطن، برای خلق ما خدمت کردند. خادم آرگان شده چندین سالها کار کردند. شب روز را روز نگفته قهرمان ما فرزندان بودند. حاضر باشند نبینید که در همین آهلی که عزیز نام خودشان را با حرفای زرین به کتاب کلانترین آهلی نوشته ایستادند. ما چندین سالها باز همراهشان کار میکنیم. معلمه برای تشکیلی، برای یک روزهای خرسندی را تشکیل کردن. در توی تنتنه ها همیشه همراه هستیم. همیشه لبخنده همراهشان است. خرد و کلان سین و سالشان به نگاه نکرده عزتشان بجا است. همیشه مانند امروز ابرمرد دهه آهلی کشته گردید. امروز شما را از نام فرزندان تبریک میگویم. پدر سردفتر بینای فرزند،
پدر گنجینه دستان فرزند. پدر راضی خدا راضی بگفتند پدر پیغمبر دنیای فرزند. پدر سوزد ولی دردش نهان است، پدر گرید ولی اشک ناعیان است. پدر دلداده فرزند دلبند، پدر میرد ولی مهرش همان است. پدر گوینده پند و نصیحت، پدر جوینده نانی به مهنت. پدر والاترین انسان عالم، پدر ارزنده حرمت و عزت. در حقیقت شما برای فرزندان عزیز پدر باشید، برای مردم آهلیک سرور آهلیک هستید. همیشه مانند امروز حرمت و عزت همراه شما باشد. همیشه در روزهای خرسندی مردم در خدمت باشیم و یک جایه همیشه روزهای خرسندی مردم را آباد کردن برای ما نصیب کند. زادروزتان مبارک باشد. همراهی مادر عزیز یکی از آن مخلصه های بهترین ما، خالجان عزیزی من شعلا خاله دم پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند. خدا خواهد که این سال تا همین 60 سالگی حاجی بابا و حاجی آنها شده آمدن برای شمایان نصیب کنند. حاضر معلمه آمده گفتند که حالا با یک سال دیگر هست گفتند که این سال باز می‌بیاییم. این عنعنه شدگی همیشه در روز خرسندیشان ما تبریک کرده روزهای شادیانه را همراه میکنیم. زادروزتان مبارک. معلمه از نام اهل اولاد باید شما تبریک گویید. مرحبا. رحمت. دودرک عزیزم عمرتان باد و دراز، سرفراز و سربلندم عمرتان باد و دراز. گرمی دل یافتم از گرمی دیدارتان، شادکام و سربلندم عمرتان باد و دراز. السلام علیکم مهمانان عزیز، دوستان گرامی، اجازت فرمایید من از این فرصت مناسب استفاده برده دادر عزیزم را با این روز فرخنده، با این روز مولودی خجسته‌شان از نام همه اولاد صدیق خود تبریک و مبارکباد می نمایم. به این کس اولا صحت سلامتی، عمر دراز پربرکت، تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. می خواهم که از پشت فرزندان خود همیشه سربلندی ها کرده به مراد و مقصد رسند. ما با شما فخر می کنیم دادر عزیز. همیشه همه وقت در خدمت خلق باشد و همه وقت خلق شما را عزت کرده گردد. با همراه کلی همیشه پیر و بدولت شوید، حضور نیوره و ایوره ها را دیده گردید. رحمت. رحمت. سلامت باشید. تشکر. شما خاله مرحبا. سلام علیکم مهمانان و دوستان عزیز. اجازه است بیاید مرخصان خدا و از نام اهل عایله حاجی بابا خجایون با این روزی زادروزشون تبریک و مبارکباد نموده و اینا اول عمری دراز رزق فراز آرزومندم. میخواهم همه دستکشون بالا باشد و پیش اشراقی آهلیک شوند. خداگرد چون خدا باشد. رحمت شما حسین جان. رحمت. سلامت باشید. شما خاله هر آن شاه و پادشاه و درجه های بلند رسیدگیش سببش پیشتش به زنش میستاد است. این به این درجه ها رسیدن با این چنین فرزندهای اهل و صالح البته سببی شما هستید که آنها را تربیت نیک دادید. همیشه مانند امروز شاد و خرم باشید. شما خاله چند سال شد تا اشتغالتان بعد؟ معلمه چند سال شد تا یشان بعد؟ 35 سال. خدا خواهد 40 سالگی توی بعد آمده هر جاتون علمی طرفخانه کلام و تبریک کردن برای ما نصیب کنند و یک تا بینام فرخوندهاییدی روزی توی یک تا میو بگو امروز باید سرپریز تایر میکنیم. با بین 35 سال و شما خواهم اکارها به وقت مانده آمده زادروزشون اخاطرشان برآمدگی باشدن گلدسته آمده کدن می نمی و فکرم فقط کلی گلدسته آمدگی هم فرخوندهاییدی امروز باشد دیگه بینید که سر اکارها دور سر وقتش هم هست از نام خودشان از نام فرزندان در اینجا یک گلدسته زیبا دارم که بگذار آغوشتان پر از زیبایی شود. بابا جان ما میسپاریم مرحمت برای شعلا خاله میسپارم. زادروز مبارک. مرحمت. و البته کتاب خدمت بهاترین کتاب قرآن را پیشکش میکنیم برای ابراز صاحب جشنها. مرحمت. و البته شیرینی
کارخانه یک جای میبریم از آن تناول میکنیم کار تیار می افیسیانت ها خیلی افیسیانت ها السلام علیکم مهمانان و همگیران عزیز اجازت فرمایید من از این فرصت استفاده برده برادرم را با این روزی سالروزشان تبریک و مبارکباد نموده و اینها اول عمری دراز رزق فراز آرزومندم میخواهم که همه برادر من حاجی بو شوند پشتی اینا موهانم بایم همیشه روزو نصیب کنم موهانم حاجی بو شوند الهیم ینگملام کتی خوچه پیر شوند روزی حلاوت فرزندای بینن همین روزای گندهاشون هم خیلی گذره هم موهتون خوش آمده در گوی اکم نوبه الهیم این سال با اینه زیاد شوه با همکلیم هم موهن همیشه روزا با رسونه هم موهتنا ایدی ایام قربانی شب گذاشتن ایداتون مبارک شوه هم موهتنا باید بود این سال با همه همیشه ایدا با رسونه اکم نیم جو پیر شوان و پیر سغلام شوان رحمت سلامت باشن اما جانی عزیز مرحمت حسناتی بچویم نزدیکتر مرحمت میگویم بودگه شما شکر برادران السلام علیکم مهمانان و دوستان گرامی فرمایید من از این فرصت استفاده برده اکا جان عزیز و مهربانم رو با این روزشان تبریک مبارکباد نموده و اکا جانم عمر دراز صحت سلامتی سربلندی شادمانی و کامیابی های بی‌نظیر را تمنا دارم همیشه سری هم یکم و ساق سلامت کردن حضور حلاوت فرزنداشون دیده کردن تا دنیا باشد باشه سری را آشکار کردن که مایسر اما دیروز مایسر آنه شدن مهمان نو خاندانشان به قدم گذاشت بگذار به پای قدم آمده باشد اما جان عزیز سالشان زیاد شود الیاسیان کنی در خاندان الیاسیان باغچه بچگانه شود و همخیل فرزنداشان زیاد شود نامهایشان از خاطرتان برآید و البته بار دیگر شما را تبریک میگویم مبارک باشد تولد نبیره اکنون شیرینی را نزدیکتر میبیاریم مرحمت یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم مرحمت Улетает время и бегут года. شلاخون دارید شما یا Молодость была тесная. Под восточным солнцем добрая душа. Ты судьбу играл в решку и я. مبارک باشد Жизнь сделала ты немало. И подними мой бокал. За твоих пацанов мой отец без тракторов. Без вступления, с днем рождения. Всегда здоров, мой отец без тракторов. Без вступления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве. مبارک باشد А для внука деда более лучший день. С гордостью он мудрый им дает совет. Жизнь сделала ты فرخوداتی مرحمت подними мой نزدیکتر مثل خلیجبان ها از نام خود از نام نبیره ها تبریک میگویم فرخوداتی شما سرکده بیتید یا شما نزدیکتر مرحمت توی نوری دو چشمانم پدر جان کلیدی بختی خندانم پدر جان درختی عمری من بنیاد کردی درختی عمری من بنیاد کردی کلیدی بختی خندانم پدر جان السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدتان بزاد روزی پدر جانی مهربانم نوری دیده تاج سر از همین فرصت استفاده برده من پدر جانی مهربانم را با این روزی زادروزشان تبریک و تهنیت ها نموده و پدر جانم اولا
صحت سلامتی عمری دراز رزق فراز آرزومندم با همراهی مادر جانم خوشه پیری به دولت شوند حضوری ما فرزندا را بینند الهی مکک ماهانه چی مهنتو که کلام کردند راحتکاشون بینند مرتباشان از این هم علوختر شود باز یک بار زاد روزتان مبارک پدر جان عزیزم خوش آمدتان مهمانان عزیز نوری دیده تاجی سر السلام علیکم مهمانان میزبانان گرامی اجازت فرمایید من شخصا از نام خودم و از نام عائله ما بابا جان عزیز و مهربانم را با این روزی زادروزشان تبریک و مبارکباد می نمایم بابا جانم اول عمری دراز رزق فراز آرزومندم در دلهایشان چه آرزویی داشته باشند جامعه عمل پوشد با همراهی آقا جانم حضوری ما فرزندان و نبیره ها را بینم من با بابا جانم تشکرهای زیاد میگویم که حتی مال است بابا جان سربدره موش رحمت عشقی شادی تشکر میگویم بار دیگر برای چنین مهربانی تکنون خیلی اسمه بیاید دوزی هم موتون و تنسیت السلام علیکم اعمال خواهر و دادر و اکا ها فشتا و حرمت عزت که آمده شما خدای تعالی همه حرمت عزت کنگاه بودن خدای تعالی شما حرمت عزت بودن من میخواستم یک دادارم نمیکنم بمیرم این دادارم یک راه یکم باز اولیش یکی کلام همه کلام حرمتش جاش باشه دنیا باشه گیر نگیرم فقط بومه سلام باش من همین دستخونه پر ناز نعمت راست کننده برای من این دادرها اکا و کو خواهر آنها این دوست دیروز بودم زادروز بودم همه روز بودم خواهی سرسایش بردیم یک هفته دوام میکنه میگم اول دویم روز بود اولش آخر اولی میونش با آخرش میشود من میخواستم که جوجا نباشه کمالی جوجا نباشه حرمت عزت سری نیمه رو با صاف سلام گیر فقط نگیرم جمع میکنم که هوا نکنم رحمت این سر خواه شمشیر نمیگرم این ایست نبود نگه تا شیر بود اکم میگو بودم که برح نبوده که شیر من بود برام گریه خدا یک خودت کن ای برادرم برادری به جام دل برابرم گیر یک خودت دارم ایسی هم که کن آیا گملی السلام علیکم من برای دو میسر شدم خاتون افنو شده شده و دیدن نقش روی تو با گوش گفتگوی تو هنوز از دماغ من نرفته است روی تو برادرم برادری با جان دل رحمت سخت و برگوزه آریف بابا مرحبا از این طرف خدای نقشو
این ملو پوچه ما که خدا عمری دراز کرد اگه خواهرم که پیری بداله شما کلوی نوره ایوارم بینیم چه اوزی عمری دوره اوزی عمری بجا رسم خدا قوت کرد هر روز شما قوت کرد هر قدر کار میبنه حال همه میر و داشته روشن نروی کار کنیم روشن تربیه کنیم فقط سلامت باشیم رحمت خدا بابا السلام علیکم سلام علیکم میمونان عزیز شما دیتون امروز خدا بوی رودریزشون داریم با وقتشان سر دارم حضوری نیاروی بینن خدا خلاکتی پیش شوند اما همین دستارخانی پوربا شته قطعی دیدار دیده رحمت نعیم بابا برای باجه شعر میدونم باجه ها را گم نکن باجه های مهربان را گم مکن در جهان باجه داشتن مشکل است مشکل آسان باجه ها را گم نکن رحمت سلامت باشد مرحمت رئیس با کنجا ناییم شعری کنجا ناییم کنجا رحیم و گم نیست حقانی کنجا رحیم ها نیستی پیش شما با همون موقعیم نال بودیم السلام علیکم میمانان ارزمند دی دادرکی ما سفر بود خدا امروز روزی خرسندی روزی هر روزی از خاطر فراموش نشانده دادرک مونست این روزای خدا پریشان نکنه من همه پیش یار رفیقان یار دوستان خواهران برادران با شما درسخوان نکردید درسخوان را هیچ وقت همه نشود من میگویم که تا خدا نظر نکنه 10 تا گوسفند با چوپان نمیشید من خدا شما نظر کرده پرور یک محلی کلان من همین آبادانی محله با هر خدمت شما بسیار الهی من همین خیلی همه وقت حرمت باشید همه وقت چی نیت باشید نیت برسید خیلی کده خوشه پیش شوید الهی نبیره ابراز زیاد شوند حضوری نبیره ابره های بینید سال آینده بالا همین خیلی من چلی گفتم من خیلی در زبانهای کشاد و باشتن نصیب حضوری گرداند رحمت هزار رحمت تشکر پدران عزیز بار دیگر خوش آمدید با باشد نوبت را با رقص میتیم مادران را با رقص تکلیف میکنیم یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم زاد روز مبارک مرحمت Şerifse, Nuri Dida Tacısı. Sabredeli, Ruzi Gane ise Ahmet'lik üzere. Ruzi Gane nerede? Sabredeli. Tamam. Rahmat, Melaka, selamat olsun. Merhaba. شراب ناب باشد
yapma sensin o O şekil bu yapma Bastayı bu yapma Bu şeyi bu yapma sensin o Şimdi
اینک بیننده های عزیز، امروز بار دیگر در این طرفخانه زیبا و پرشکوه دهه آهلیک در طرفخانه طاهر بابا مهمان شدیم. همراه شمایان این لحظه های خرسندی اولاد کلان صدیق فرا جشن زادروزی انعام جانمک را برگزار کردیم و پیشکش کردیم. البته منتظر آن لایک ها و کامنتاری شما هستیم که از عهده کاری خود برآمدم یا نه. شما البته تانیق میکنید. با ما باشید، با شبکه شهنان صحتمند و سربلند باشید. خود را احتیاط کنید.